اگر شما میخواید راجع به علم بیوانفورماتیک یا بایوانفورماتیک بدونید، لطفاً تا انتهای ویدیو منو همراهی بکنید. بایوانفورماتیک یا بیوانفورماتیک یا انفورماتیک یک علم بین رشته‌ای هستش بین زیست شناسی و علم کامپیوتر که امروزه به شدت داره بین بچه‌ها، استادها، پژوهشگرا رواج پیدا میکنه و همه به سمت یادگیری این علم میرن، چرا که شما در یک شرایط خیلی استیبل‌تر، خیلی بهتر در یک فضای این سیلیکون میتونی فعالیت‌هاتو انجام بدی، پروژه های تحقیقاتی رو انجام بدی، پایان نامه رو انجام بدی، دیگه دردسر خرید کیت، خرید مواد آزمایشگاهی، خرید وسیله آزمایشگاهی ندارید و یک مهمترین چیز اینه شما یک آرامش خاطر دارید و برای یادگیری علم انفورماتیک و کار کردن با اون شما تنها نیاز به یک کامپیوتر خانگی یا لپتاپ خانگی دارید، لپتاپ خودتون، کامپیوتر شخصی خودتون که بتونید باهاش کار بکنید، آموزش ببینید و استعداد و مهارت خودتون رو در این حوزه شکوفا بکنید. توضیحات دیگه ای اگر خواستید راجع به این علم میتونید برام کامنت بکنید تا در پست بعدی بهشون پاسخ بدم.